آموزش ماکرونویسی در اکسل خدمت شما عزیزان هستم. خواهش میکنم قبل از اینکه این ویدیوی آموزشی رو کامل ببینید برای حمایت از من این ویدیو رو لایک بکنید. خیلی ممنونم. ماکرونویسی در اکسل یعنی صحبت کردن با برنامه اکسل. طبیعتاً وقتی زبان طرف مقابلمون رو بشناسیم میتونیم نیازهامون رو بهش بگیم، ازش درخواست کمک بکنیم. ماکرونویسی این قدرت رو به ما میده تا با برنامه اکسل صحبت بکنیم، یا بهتر بگم برای حل نیازهامون با برنامه اکسل مکاتبه بکنیم. طبیعتاً هر مکاتبه و نامه‌نگاری نیاز داره به یک برگه سفید. برای اینکه این برگه سفید در برنامه اکسل در اختیار شما قرار بگیره، ابتدا Alt F11 رو بزنید، سپس از قسمت اینسرت بر روی ماژول کلیک بکنید. همونطور که مشاهده میکنید یک برگه سفید برای شروع نامه‌نگاری در اختیار ما قرار گرفت. حالا عنوان نامه خودم رو با عبارت ساب شروع میکنم. سپس عنوان نامه رو می نویسم، به عنوان مثال ماکرو شماره 1 و با زدن اینتر درخواست من ایجاد میشه. حالا درخواست من چیه؟ من از اکسل میخوام محدوده A1 تا A10 رو برای من در حالت انتخاب قرار بده. با کلیک کردن بر روی ران درخواست ما برای اکسل ارسال میشه. کلیک میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید محدوده A1 تا A10 در حالت انتخاب قرار گرفت. حتی میتونم درخواست خودم رو اصلاح بکنم. میگم A1 تا A10 و B1 تا B10 رو برای من اکسل انتخاب بکن. با کلیک کردن بر روی ران درخواست خودم رو ارسال میکنم. همونطور که مشاهده میکنید این محدوده هم در حالت انتخاب قرار گرفت. میتونم ستونها رو در حالت انتخاب قرار بدم. کافیه به اکسل بگم برای من ستونهای A تا C رو در حالت انتخاب قرار بده. درخواست خودم رو ارسال میکنم. و یا سطرهای روز اول تا پنجم رو برای من در حالت انتخاب قرار بده. درخواست خودم رو مجدد برای اکسل ارسال میکنم. همونطور که مشاهده میکنید سطرهای اول تا پنجم در حالت انتخاب قرار گرفت. امیدوارم از تماشای این ویدیوی آموزشی استفاده کرده باشید. اگر دوست دارید دستورات بیشتری رو یاد بگیرید کانال آموزشی من رو حتما دنبال بکنید. تا جلسه بعد.